سلام دوستان، امروز به شما طرز استفاده بردن سوما را نشان میدهم. در اینجا ما یک تبلیت آماده نمودیم، مغازه و فایده. سومای هر ماهش رو در اینجا نشان میدهد و در اینجا باشد سومای عمومی همه مغازه ها را. بیایید اول فایده مغازه ها را نویسیم. از پیش خودمون تخمین هم نویسیم، مثلا 64 من تخمینا نوشتهش دادم. رقم های ما رو نوشتیم. دو راهی سوما رو نوشتن است. یکم با واسطه مش از تبلیت اکسل از قسم вкладка главная میابیم این اشارت رو زیر میکنم. این اشارت سوما است و بعد با واسطه مش حجره های و ما لازمه را انتخاب میکنیم. از حجره B3 تا حجره B5 انتخاب کردیم و انتر رو زیر میکنیم. سوما اینها را نشان داد. یا اینکه از کلاویاتور می نویسیم برابر سوما و دکمه تاب. بعد یک تو پایان میبیم با واسطه سтрелка. دکمه شیفت رو زیر میکنیم و باز حجره های لازمه رو با سтрелка پایان انتخاب میکنیم. باز شیفت و نال رو زیر کرده قوس رو میپوشیم. سومای دوی ماه حساب کرد. باز سومای ماه октябрь سوما تاب стрелка پایان شیفت انتخاب کردیم، قوس رو پوشیدیم، انتر. حالا باشد سومای همه ماه ها رو یک جای حساب میکنیم. برای برابر سوما و стрелка بالایت شیفت رو زیر کرده همه حجره ها رو انتخاب میکنیم، قوس رو میپوشیم، تقسیمی 2 میکنیم. سومای همه اینها میبراید. برای سنجش با واسطه کنترل حجره رو انتخاب میکنه، کنترل رو زیر کرده سومای هر یک ماه رو انتخاب میکند. در پایان اکسل شما سوما نشان میدهد. با رقم همگی اسرا نیاد میکند.